طبق نقشه آمادگی به فصل زمستانگذرانی سالهای 2020-2021 با برابری ذخیره نمودنی موادهای ضد لغزش از طرف مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر خوجند به ما وظیفه گذاری کرده شده است که 7 عدد تکنیک های ضروری که در وقت زمستانگذرانی استفاده بری آن لازم است تعمیر برآورده این تکنیک ها را آماده کرده شود. کارخانه دولتی استفاده بری راههای شهر خوجند برای گذرانیدن فصل زمستان نقشه‌های طرح شده خود را عملی کرده ایستاده است. در دو کپروک شهر خوجند و در یک قسمت کوچه‌های شهر برای بخطری راههای اتومبیلگرد موادهای ضد لغزش آماده شده است. در نقشه است که باقی مانده کوچه‌های اتومبیلگرد شهر را نیز با مواد ضد لغزش تامین نمایند. در کوچه‌های اسماعیلی سامانی، کوچه‌های 8م 12م دو ماستی دو کپروکی شهر خوجند، کپروکی کهنه، کپروکی جشنی آمیخته قوم نمک تیار کرده شده است. در کوچه‌های 30 سالگی غلبه، 60 سالگی غلبه در نقشه داریم. کوچه‌های بالمنین، سید ولیف، کوچه‌های 18 میکرایون، کوچه‌های گاگارین در این جاهای خطرناک هم آمیخته قوم نمک تیار نماییم. در کارخانه موادهای ضد لغزش به مقدار 463 تانه بوده، از آن 103 تانه نمک تکنیکی، 360 تانه خون شسته می باشد. از جمله 7 عدد تکنیکه های مخصوص موجود است که با وسیله آنها راهها را بی‌ضرر می کنند. آن تکنیکه هایی که در توازن کارخانه هست برای بخطری راههای شهر خوجند کفایتی نمی کند. و این خاطر با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند، کارخانه واحد دولتی کمونالی خواجگی نقلیات سانیتری شهر خوجند نیز با یک قطار تکنیکه های بارکشانی تعمیم می نماید. اینچنین برای تکنیکه ها در اساس شرطنامه با جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرف نیسا 150 لیتر روغن های مالیدنی و 5000 لیتر سوزشواری دیزلی دسترس می شود. پیش از همه همین دو کپروکی که در شهر ما موجود است، یکی کپروک مرکزی، دوم کپروک جشنی، مشاهده کرده می شود که در وقت همین خنوکی پیش از همه همین بالای فرش همین کپروک ها یخبندی می کند. بنابر همین با مصلحت متخصصان اگر مشاهده کرده باشه در بالای همین کپروک ها ما حاضر قطعه های مخصوص با موادهای ضد لغزش همینجا علاقه برده جایگیری کرده ماندگی، وقتی که وای میشد از طرف نوبداران و مسئولان رفته همین موادهای ضد لغزش پیش از همه به همون بالای راههای منفرشی بالای کپروک‌ها پاشیده می شود. راههای اتومبیلگرد عادتاً بعد باریدن برف یا نمناکی زیاد در فصل سرما یخ می بندد. این سبب خطرناکی حرکت در راهها می شود. بنا به اخبار آخری مرکزهای آب و هوا سنجی نیمه دوم ماه نوامبر سردی ها پیشگویی شده است. بنابراین شروع از 10 نوامبر ستاد دائم و عمل کننده تشکیل شده رجای نوبداران تأسیس داده شده است. آنها شبانه روز برای بخطری حرکت نقلیات و پیاده‌گردان در راهها را تامین خواهند کرد. غیر از این از طرف کارخانه ما از 10 نوامبر سر کرده ستاد کاری تشکیل نموده در مرکز شهر. شبانه روزی از طرف هم رانندگان، مکانیزاتوران، هم استادهای راه و هم کارگرانی راه 5 نفر شبانه روزی نوبداری از طرف ما تشکیل کرده شده است. 2 محل خوراکی گرم تامین می نماییم. همچنین در قطار راهها قطعه‌ها با مواد ضد لغزش تشکیل کرده شده است که نوبداران یا ستاد دائم و عمل کننده کارخانه دولتی استفاده بری راههای شهر خوجند آن را در وقت پیش آمدن ضرورت در راهها می‌پوشند. گزارشی سومن حمیدوی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.